آقای تهرانی، اگه سرامیک کنم زمان فروش رنگ حساب میشه؟ قطر سرامیک به صورت نرمال 4 تا 8 میکرونه. قطر رنگ فابریکی اختلافش تو نقاط مختلف ماشین بعض وقتا تا 20 میکرون میشه. چرا سرامیک یا بادی فنس بزنیم؟ پوشش رنگ‌های ماشین‌های جدید خیلی ضعیفه. فضله پرنده یا خط و خش‌های کارواشی به پوشش رنگ بی‌نهایت آسیب میزنه. سرامیک تو تصادف نمیشکنه؟ سرامیک یه لایه 4 میکرونیه، شکننده نیست اصلا. اگه سرامیک کنم باعث میشه تو تصادف ماشین کمتر آسیب ببینه یا با چاقو کلید کمتر صدمه میبینه؟ خیر، سرامیک یه لایه محافظتیه که جلوگیری میکنه فقط از فضله پرنده و خط و خش‌های کارواشی. اصلا جلوگیری نمیکنه از تصادف یا کلید یا چاقو. خیلی ممنونم از شما. سپاسگزارم.